آوازخوان جوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که امسال روسیه را در آزمون معتبر ایورویژن 2021 در شهر روتردام هلند معرفی میکرد، در دور نهایی این آزمون در بین 26 اشتراک کننده جای نهم را به دست آورد. این در حالی است که ترانه او با نام راشن وومن در کانال رسمی ایورویژن در یوتیوب در عموم بیش از 22 میلیون تماشابین جمع آورده در بین همه اشتراکچیان آزمون از همه پرتماشابین بود. امسال جای اول را در این آزمون نماینده ایتالیا مانسکین صاحب شد. به این ترتیب سال آینده آزمون ایورویژن باید در ایتالیا دایر شود. جای دوم را در روتردام آوازخوان فرانسوی باربارا پراوی به دست آورد. باربارا پراوی از پدری سرب و مادر ایرانی به دنیا آمده است. جای سوم نصیب جون استرز از شویتزاریا گردید. این ترانه هم با زبان فرانسوی بود. یادآور می‌شویم که انتخاب منیژه باعث نماینده روسیه در ایورویژن 2021 در جامعه روسیه موج واکنش منفی از جمله از جانب برخی شخصیت‌های شناخته را به وجود آورد. بدبینان خود این را که روسیه را در آزمون اساسی موسیقی اروپا یک زاده تاجیکستان نمایندگی میکند زیر شبهه گذاشتند. منیژه سنگین اقرار کرد که چنین معرکه گسترده بدبینان را بعد انتخابش همچون نماینده روسیه در آزمون ایورویژن انتظار نداشت. او گفت مناسبت بدبینانه به پیروزی او همچون یک نفر زاده تاجیکستان نشان میدهد که مشکل ملتگرایی و بیگانه بدبینی در روسیه در سطح جدی وجود دارد.